ثبت گشته در کتاب معتبر که اینچنین می گفت مرد بر پسر: علم از بر کن سواد خود برآر، تا که باشد زندگیت با برار. آدمی را علم بینا می کند، عاقل و خوش ذهن و دانا می کند. هر کجای رفت شخصی با سواد، عزت و اکرام او باشد زیاد. شخصی دانشمند و با عقل و تمیز، بر خدا و خلق می باشد عزیز. توشه ادگر دانش و علم و فن است، پیش راهت در دو عالم روشن است. بی سوادی تنبلی و کاهلی است، بار آن درماندگی و جاهلی است. در زمانه هر کی باشد بی سواد، نیست مردم را به گفتش اعتماد. در نبرد حادثات روزگار، می شود روزی که گردد خوار و زار. ای پسر خواهم تو را ماند به یاد، سرگذشتی با سواد و بی سواد. در سری مضمون آن اندیشه کن، پس از آن هر آنچه خواهی پیشه کن. قصه این باشد که بر ملک دیگر، با سواد گشت عظیم بر سفر. رفته رفته از بری کوه گذشت، پیش آمد رود در پهنای دشت. پیش از آن که کند پل را گذر، کرد بر این سوی و آن سویش نظر. دید لوحی و در آن بنوشته، در سری پل بسته آن با رشته. باشد از این پل گذشتن پر خطر، هست در پایان گذرگاه دیگر. با سواد آن لوح خواند و درک کرد، فکری از آن پل گذشتن ترک کرد. رفت پایان از کناری رود و دشت، از دیگر ره بی خطر آن سو گذشت. در همان ایام از شهر دیگر، بی سواد نیز بود اندر سفر. از قضا او هم به آن مأوا رسید، آن پل و آن لوح را او نیز دید. چون ز دانش مانده بود اندر کنار، او به لوح و خط نداده اعتبار. به ابا از روی پل رفتن گرفت، تخته بشکست ماند اندر گرفت. چپه گردان گشت و بر دریا فتاد، برد آبش غرق شد آن بی سواد. این حکایت حلقه بنما به گوش، هر کی دارد علم دارد عقل و هوش. دانش از علم است از کتاب، بهر علم آموختن بنما شتاب. از عزیزان مانده این گپ یادگار، دانش اندر دو جهان آید به کار.